به چششون خودمو بیارم. نهایت تلاش خودمو کردم توی کنکور رتبه 3 رقمی آوردم و بهترین دانشگاه قبول شدم بدون هیچ هزینه زیادی. اون شب رو دقیقاً یادمه، ولی کاش میشد از یادم بره، چون اون شب خیلی از احساسات لطیف دخترونه جوونه نزده توی وجود من کشته شد. وقتی این خبر به گوش پدر مادرم رسید توی پذیرایی منتظرم بودن که باهام صحبت کنن. وقتی که رسیدم نمیدونم چرا توی نگاهشون اصلا خوشحالی نمیدیدم. پدرم شروع به صحبت کردن کرد که آفرین، ولی سعی کن دیگه از این کارا نکنی تا زیاد توی چش نیای. شوکه شدم. همون لحظه مادرم با صدای بلند داد زد اگه تو زندگی ما نبودی خیلی خوشحال تر بودی. خسته شدم از بس تحملت کردم. رو به پدرم گفت همش تقصیر توه. همونجا جر و بحث بین پدر مادرم شروع شد و فهمیدم وجود من برای این بوده که مادرم میخواسته از ایران بره تا اونجا برای دکترا ادامه تحصیل بده. ولی پدرم مخالف بوده و مادرم روی تصمیمش مصمم بوده. و یک شب پدرم بلیط مادرم رو توی اتاق پیدا میکنه. مثل اینکه زمان عقد مادرم حق طلاق و اجازه خروج از کشور رو برای خودش میگیره که بدون اجازه پدرم میتونست از ایران بره. پدرم منتظر میمونه تا بیاد و اون شب همونجا بدون خواست مادرم کاری میکنه مادرم حامله بشه تا نتونه از ایران بره. مادرم هم ناراضی بوده و چندین بار سعی کرده منو سخت بکنه، اما هر بار یکی جلوشو میگرفته. از همون موقع انگار من سگ‌جون تر از این حرفا بودم. خلاصه که مادرم توی ماهای 5 و 6 حاملگی من افسردگی شدید میگیره و این افسردگی تا 2 سالگی من ادامه داشته. همونجا دلیل تمام رفتاراشون برام مشخص شد. مادرم منو نمیخواست چون منو دلیل نابودی اهداف خودش میدید. و پدرم توی 3-4 سالگی من هر بار سعی میکرد به من نزدیک بشه حال مادرم خراب میشد و پدرم همونجا تصمیم گرفت دیگه به من نزدیک نشه چون عاشق مادرم بود و نمیخواست که تمام مدت حالش به خاطر من بد بشه. مادرم هم وقتی من به دنیا میام میخواسته از پدرم جدا بشه و چند روزی میره خونه پدر بزرگ مادر بزرگم، ولی بعدش میفهمه که نمیتونه بدون پدرم زندگی کنه و دیوونه‌وار عاشق پدرمه. پدرم رو میبخشه ولی همچنان از من بدش میومد و اینجا تنها کسی که بیگناه و معصوم آسیب دید فقط من بودم. دوستای عزیزم، صادقانه ازتون میخوام که برای دلگرمی من لایک و ساب یادتون نره. دوستتون دارم. ادامه داستان ها پارت به پارت داخل چنل گذاشته میشه.